دل دارم دل دیوانه دارم بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم غمی بسیار و از جانا ندارم بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم برای آنکی از غم ها گریزم واوا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم سر شب تا به دستش تا سر شب تا به دستش پیمانه دارم بابا لیلی سبا مزار میرم جان لیلی دیدن یار میرم چیگه پای با میخونی کو بابا بابا خیالم میدم دم صبحی گفتم میرم چرخی و شهر با بازار خوب چیگه پای کی؟ چیگه پای چیگه پای دیگه همون گپی نیده تو از صبح اینجوری دیگه حالا با گپیتون بیگونی خود تو همین جگاه شیشتی میخونی میگم من یه کاری هسته که تو دل تو شاده یک روپیه به کیسا ما و تو دیف کنی پیدا نمیشه میشه خیلی پول دیگه چیزی بگو دم ایدم هسته بابام خبر نشه قراری کرده دم ایده خودی تو میری به می تبی بازارا بفهمیدی قراری کرده میری میگه مردم مارسیل خورده قراری کرده میشینی نهره را خودی خود میبوری خب ننده بجو سرم سایه خب میرم گفتم 5 تا دیگه نونا بمونده خب پخته کردم میریم دیگه قراری کرده خودی تو میری به تا بازار خیلی کمک همین طور دمدمی ایده همین تا مردم کمک بغیر گروبا نمیکنه که از حساب تیره ما و تو داره میری قرار کردن بود جگاه تابلوی می نویسیم چون بگیم من که کجی کار باشیم که تاله کنیم این مردم با من کمک کنه باشم گردانه با من کمک میکنم سگو که میکنم یعنی این بچه هم تو هم خودی ببری خود چه کار کنم؟ قرار کرده تو بوری قلم توش که بخواد بیا بری تابلو می نویسیم قرار کرده که مارسیل آورده برو داره خیراتی زکاتی هرچی سرسایی روزی داری بیاری بدیم بریم ما سگو که مردم چه زربا ما و تو کمک کنه دمدمی ایده کیسا ما و تو برم قلم توش توش توشکی همین کلمات دیویتی دیه هم رنگ دوات نوشته میشه بفهمیدی؟ آها قلم لنگی قلم لنگی همون بفهمیدم خب بفهمیدی وقتی قلمات بله مثل پنجه تو وقتی چیکار کنم؟ خب برو قلم بیار دیگه برو از کجا بیارم؟ اگه میگی خونه و داری که پنی که بدم بخر برو اگه من داری که به می کیسه خودش تو باشم هرچی کنم رو میدین یا که به جمعه تو با خدایا رودی خوابتون داری که من کیسا خودش نمیشه نداره من بسیار کشمیشی و خیمه بگی یارمشیه برو پنجیرم خوب افتری میست باید حساب تو کم بکنم خوبه برو ما خوب بشی که چی پولیم رو جمع کنه تا شما خلقی زنی گم شده دلم زخمی کریه نه رانی انا بیای کجاست نگارم از غم بیقراری طاقت دوری ندارم به کجی انمین چی دیگه جانه اگر در بس هر چهارای بگی نه شما اینجا بشین منم اینجا بشین
بر نداشتم دیونه او کسی کدی این کاور داشتم ها تو برو برو الو کشی در پاره دستت اومد او کجی این تای باشه ما برم از این بر بالاشون برو سنگ بده به دست کنه این میکنم من میگه باشه برو کجی او انا بیا اومدم بکا اینجا خوبه نیه او انا جوگا خوبه تو گنده لط کردی دیونه خوبه چی رقمه کجی خان یکی تاییده سب که بده سر چینگه کش میزانه آمیر جان کمی دیگر پی بزن الان خوب شد میزان شو نمشتای یلد میایه خب کجی سرسای روزی خیرات زکاتی ندیم ما دعا میکنیم که شما را بلکو سیل بیاره اون یک نفر بیامد برادران خیرات زکاتی سرسای روزی بدیم ما سیل آورده سلام علیکم بابا جان بیاری سلام باشی مرارم جنگره سلامت باشی شما را کجا سیل آورده؟ ما سیل آورده برادرم ما از این منطقی خونیم اگه کمک چیزی داریم خیراتی زکاتی سرسای رو هر چی داره خدا و اسما قبول مای مبارک کنم از اون گناه داریم ما خیر بینیم بابا جان این سدی دارم خدا وارد 100 روپیه خیر بینیم تشکر از شما برادرم برادرم مثل از این مسلمون شما با ما یک کمکی بکنیم افطار همینجا میمونده میاریم چیز میزی نباشه شما بریم خودمون اگه نیا چی هست میسیدی هم شما افطار بخریم نه جور باشه آبان اینجا ما نگیریم از این مناشین خوبه برادر یک کمک تو هم دیگه کشته گه یکم هم نمیدم
نه چوب کنی شما که نامحرم صدا شما رو میشنوه. برادرای خیرات سرسای روزی زکاتی خیرات کمک کنید. یک کمک سرسای روزی خیراتی بدیم برادر. چه کار میشه؟ ما مسکینیم. کاری نکنی که ما کاری بکنی که شما سیل نیاره. مثل ما بدبخت نشیم. یک کمکی بدیم برادر به ما. ما غریب بیچاره ما سیل آورده. چه کار میشه کمک کنیم؟ ما سه نفریم. اوضاع کش میشیه. بگو بله اینجا بدم از این دالون چه کار میکنی تو؟ بله بدم از این دالون ای چیه ای تکه؟ وای مردم ما سیل آورده سرسای روزی زکات به ما بدین. خب ما دروغ میگیم. بگو شما سیل آورده؟ بلیا ما که کور شده باشیم اگه یک نم بارش دیده باشین شما را کجا سیل آورده؟ برای ما را غریما فرق میکنه. سال به 12 ما باریشه. کجا غری شما؟ ولسوالی بی سرنوشت. اینا چه کاری شما نه؟ این برار منه. ایر نمیگم او خاله. او خاله زن پیرمه. مادر تو؟ مادر منه. خاله ما به شما چی خدمت کنم؟ همین کمک سرسای روزی خیرات زکات داریم. من انگولا داریم ما. شاید شما را یک روزی به خیر سیل بیاره. طور که بیارده بسته که با مال بیاره. من پول میده ندارم. همه چند یک لکی البسته که بیدنی هست. ماما جمعون بدین دیگه خیل بینی. او خیلی نیه 100 روپیه. 100 روپیه خودی از این برار میشه. اینا هر دو تا هم رنگه. برادرم ما مسکینیم. برادرم بیوزنیم. نه بیوزن نه دیگه بیوزن نداریم ما. آقا شما ما اشتباه شد. مرتگه چیز سعی میکنه دنبال خود. چوب سعی نکن. ما بگو خاله چی من بریم سرسه کنیم. میگم بله به نظرمه که امی کار شما فیلمه. اشتا فیلمه یعنی شما به سر مردم چال میره. با ما را ولا کردم از اون. مثل شما اشخاص پیدا میشه که چال بره. ما اشخاصیم. یعنی امی تا نفرها مثل شما پیدا میشه که چال بره به سر مردم. مادر خو یا بیبی خود بیار اینجا بوشون اینجا دروغ فیلم بازی کنه. اگه فیلم نه سیکو حالا که من سدید بدادم برای خدا. اگه فیلم کوینا به شما حرومه. من دانه و روزه میام اینجا ما امان 2007 من نمشته ازی شده. همین تکه شده. ما میام اینجا فیلم بازی میکنم. همین سدی هم از تو منطقه اگه فیلم بازی کنی گناه داره. و چم و چنبازی هم مردم توی جامعه. آره تو این گپای میزنی حال وقت بیچم و چنبازیه. ما کاردی هدف نداره. یعنی تو بدیدی کاری که بیچم و چنبازی باشه. آنه ما بیچم و چنبازیه. حالا بفهمیدم صحیحه. این تمون پیار منه. اونی ما تلیک بود ندیدم. برادرای مثل از این نگی مار خار نزنیم. گوام به ما ایمان مسخره میکنه. تیز بیا دیگه بیا. خاله چی گفت؟ چندیه؟ دهی داد خاله. داری پی از اینجی تو به اینجی داری پی کمالی برفتی. او تیار باز آقا نیواته. دهی نریم کنم. برادر خیراتی بدی. خیرات نگو. چی فرق داره؟ سرسای روزه بگو سپر. برادر کمک. کجیر عباس. نه بکنیم بانکا. چی هسته؟ گیلاک و کجیر فکر کنم همون یکی دیگه هم مادری بودک. خب اینا به کجا رفتن؟ چی نوشته کرده بچون؟
لالا سلام علیکم. علیکم. زنده نباشین لالا. خوبی بخیری؟ خوبیم بخیر. ببخشید لالا میتونم بخونی؟ چی لالا؟ همین تابلو میشه چی نوشته کردم؟ کی نوشته کرده ای؟ شما بخونین با من شما میگم. نوشته کرده آی مردم مار سیل آورده سرسایه روزه زکات به ما بدین. با میتونه نوشته بله ها. کی نوشته کرده اینا؟ خاک برانگیزی گیلک و کجیر این بچه ماما منه. جلو روی نام پول خودشته مرکبه دیدم. همین تو بدم دادم بجستن ها. خیلی بنی ماما. زنده باشین. فایده خیلی باشین. خدا خوشی. دو قبرستون رفتم. رنگه که شما به خاک شه. شما مغزه فکر نمیکن که من شما ندیدم. بهم دو تا چشم شما بیدم که با جلوش به پول گدایی میکنین سرسای روزه جمع میکنین. الان سر بکن برون تابلو بکنم ببرون پیش پیار تو که بفهم که به چی و سه که چی کارا میکنه. ابرو مال که ببردین. بابا رو تابلو نشته کرده مال سیل آورده. خوب شما سیل آورده نیه؟ که سر بدین شما. Bene, che lo beccano, loro piatto nel fondo. بدید عباس با کجا بوده خود ترکتول خوب بیدا اولاد واخل رفته دی وقتی نرم شدی کنانه اون دو ششتی برو جو وقت آخه عباس نهیدید ما شما وقت کپاچی بری وقتی گردانم بابا بفهم پست مال میکنه بابا فهم پست